إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. همگی میدانیم وقتا که نبی خدا موسی علیه السلام همراه بنی اسرائیل از مصر به سوی فلسطین برآمدند تا که آن را فتح کنند. همگی میدانیم این را وقتا که آنها به فلسطین نزدیک شدند و آنها را امر کرد تا به بیت المقدس داخل شوند و بیت المقدس را فتح کنند. بنی اسرائیل چیکار کردند؟ به موسی علیه السلام گفتند برو تو همراه خداوند با آنها بجنگ، ما اینجا میمانیم. هرگز به تو نمی رویم ای موسی، همراه با تو جنگ نمی کنیم. ترس در وجود بنی اسرائیل قرار داشت. خداوند آنها را عتاب کرد و آنها مدتی 40 سال در روی زمین سرگردان شدند. سرگردانی به مدت 40 سال. نمی دانستند که راه کجاست. بعد از اینکه نبی خدا موسی علیه السلام وفات یافت و بعد از خود یوشع ابن نون را جانشین خود قرار داد، آن جوانی که همراهش رفته بود تا با خضر وا بخورد، همین جوان یوشع ابن نون اکنون نبی گشت در بنی اسرائیل. او با بنی اسرائیل ماند تا اینکه 40 سال به پایان رسید. وقتا که 40 سال به پایان رسید، یوشع ابن نون با آنها چیکار کرد؟ آنها را برای جنگ آماده کرد. با آنها گفت میخواهم همراه شما بیت المقدس را فتح کنم، ولیکن به یک شرط. چیست آن شرط؟ گفت نمیخواهم این که همراه ما مردی برود که نه عقد نکاح بسته است و با زنش دخول نکرده است. نمیخواهم این مرد همراه من به جنگ برود، زیرا دل او به زنش مایل است. اینچنین نمیخواهم مردی را که خانه بنا کرده است و سقف آن خانه را نپوشیده است، یعنی خانه اش را با پررگی نساخته است، زیرا دل این مرد نیز به سوی خانه اش است. اینچنین مردی که صاحب رمه است و منتظرش زایش آنها است، اینچنین شخص را نیز نمیخواهم. میخواهم همراه من مردان جسور و دلاور باشند، مردان باشند که دلشان مایل دنیا نباشد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لشکری که هزارها نفر را تشکیل میداد همراه نبی خدا یوشع ابن نون به سوی بیت المقدس برآمدند، به سوی فلسطین، به سوی زمینی با برکتی که خداوند آن را برکت داده است. همراه آنها به سوی بیت المقدس روان شد. در بیت المقدس قصری بود برای قوم سرکش. بنی اسرائیل خواستند آنجا را فتح کنند اما نتوانستند و بیت المقدس را 6 ماه کامل در محاصره گرفتند. 6 ماه آن را در محاصره سخت گرفتند تا به آنجا داخل شوند، لیکن با این وجود آنها نتوانستند به آن نائل گردند. 6 ماه محاصره سختی بنی اسرائیل. در محاصره خود استوار بودند. خداوند آنها را ثابت گردانده بود. همراهشان یوشع ابن نون بود. این آسان نبود. 6 ماه محاصره این کاری آسان نیست، کاری دشوار است، لیکن آنها صبر کردند، طاقت کردند. خداوند آنها را صبر عطا کرد. در راه خدا صف کشید. خداوند به آنها صبر عطا کرد. در راه خدا صف زده جنگ میکنند، چنانه که گویا آنها عمارتی استوار به یکدیگر چسبیده بستند. خداوند آنها را استوار داشت. آنها را مثل عمارت‌های استوار گردانیده بود. وقتی که سقوط این قصر فرا رسید، این هنگام یوشع ابن نون آنها را اجازه داد تا بجنگند. اجازه داد تا این قصر را و کسانی که در داخلش هستند به خاک یکسان کنند و داخل بیت المقدس شوند. جنگی سخت صورت گرفت. در آن روز از آنها 12,000 نفر به هلاکت رسید. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا لم يضعفوا. در آن روز ضعیف نشده بودند، شکست هم نخورده بودند. آن روز همراه با کی جنگ میکردند؟ با نبی خدا یوشع ابن نون. جنگ خیلی دوام کرد. چندین نفرها هلاک شدند. روحهای شهیدان بالا میرفت. جانهایشان را اولین بار بود که برای فتح بیت المقدس پیشنهاد کرده بودند.
بنی اسرائیل، مؤمنان، یکتاپرستان همراه با نبی خدا یوشع ابن نون میخواهند زمینی با برکت را فتح کنند، زمینی که خداوند برای عالمیان آن را با برکت گردانیده است، زمینی که دل انبیا علیهم السلام برای درآمدن به این شهر مایل بود. این زمین را وقتی آن رسید که بنی اسرائیل به آن داخل شوند، آن لحظه های انتظار رسیده بود که روز جمعه هم فرا رسید. آفتاب مایل به نشستن بود. وقتی که آفتاب روز جمعه نشست، روز شنبه داخل می شود و در شب و روز شنبه بنی اسرائیل هیچ کاری انجام نمی دهند. هر عملی را خداوند در آن روز برای آنها حرام کرده بود، حتی کشتار، جهاد در راه خدا را نیز. اکنون چی باید کرد؟ چی کار میکنیم؟ آفتاب دارد فرو می رود و شب شنبه داخل می شود. چی کار میکنیم ای یوشع؟ وقتی که آفتاب درآید ما باز می ایستیم، اینچنین یوشع نیز باز می ایستد. اینجا یوشع با آفتاب نگاه کرده با او سخن گفت. اولین نبیی که با آفتاب سخن گفته بود و او فرمان داد. کی؟ یوشع ابن نون، نبی خدا آفتاب را امر می کند. و چی چیز امرش می کند؟ امرش می کند که باز ایست. گفت ای آفتاب، من مأمور شدم، تو نیز مأمور هستی. من آفریده شدم، تو نیز آفریده شده ای. همگی ما تحت فرمان خداوند ذوالجلال هستیم. سپس گفت خدایا آن را چند مدت بازدار. خدایا آن را چند مدت بازدار. خداوند برای کسی آفتاب را نگاه نداشته بود مگر برای یوشع ابن نون. خداوند آفتاب را مدت باز داشت تا اینکه بیت المقدس فتح شد. آفتاب برای کی باز داشته شد؟ برای یوشع ابن نون و برای بنی اسرائیل از روی کرامت برای آنها و یک معجزه برای این نبی بود. بیت المقدس نیز فتح شد. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. خداوند ذوالجلال بنی اسرائیل را امر کرد تا وقتی که به بیت المقدس وارد شوند در حالت فروتنی و سجده و رکوع برای خداوند وارد شوند و این را بگویند خدایا ما را ببخش و خطاهای ما را محو بساز. یوشع ابن نون آنها را به این چیز امر کرد، زیرا این یک فتح بزرگ بود. آنجا زمینی با برکت است و در آن رزق کلانی است برای کسانی که زندگی میکنند. آنها را امر کرد که در حالت سجده به بیت المقدس وارد شوند، زمینی با برکت، و از خدا طلب مغفرت کنند. لیکن بنی اسرائیل صد افسوس که پشت را به طرف بیت المقدس کرده در آمدند. این یک مسخره کردن فرمان خداوند بود. تنها این نبود، بجای این که بگویند حطتون یعنی خدایا از خطاهای ما درگذر، آن را از روی مسخره به دیگر معنا کرده گفتند حمتتون. این یک مسخره به فرموده های خداوند بود. و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. بیت المقدس را در حالت سجده وارد شوید. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. آنها فرمان خداوند ذوالجلال را عوض کردند، گفتند حمتتون. این یک مسخره به فرموده های خداوند بود. خداوند آنها را به بلای بزرگ گرفتار کرد. خداوند به آنها عذاب فرستاد، وبایی که هزارها نفر به آن گرفتار شدند. این هنگام فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم انزل الله عز وجل. خداوند برای آنها وبای فرستاد که این بیماری هزارها نفری از آنها را نابود ساخت و عذاب از آسمان فرود آوردیم. به کدام خاطر؟ به خاطر آنه که آنها فاسق بودند، به خاطر فسق و فجورشان، به خاطر دشمنیشان. بنی اسرائیل در بیت المقدس سالیان زیاد زندگی کردند، عصرهای زیاده. هرگاه با آنها نبی می آمد یا با او کافر می شدند و یا او را می کشتند. بنی اسرائیل در بین کفر و قتل با انبیایشان زندگی می کردند. در فلسطین سنگی است که آنجا قریب 70 نفر از انبیا کشته شده است. این نشانه قتل و ریختن خون انبیا است. بنی اسرائیل در فلسطین زمانی دراز زندگی می کردند. در بیت المقدس با بسیاری از پیامبران می جنگیدند، دشمنی می کردند و کسی را که می خواستند از میان انبیا او را به قتل می رسانیدند. افکلما
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بنی اسرائیل در حالی که در فلسطین قرار داشتند، خداوند آنها را به بالای بزرگ امتحان کرد. به شهر آنها مردی آمد که نامش بختون نصر بود. هر کی را که می‌خواست می‌کشت، خونها می‌ریخت، به زنها دست درازی می‌کرد. بنی اسرائیل را به حالش نمی‌گذاشت، بلکه بنی اسرائیل را به قتل می‌رسانید، خونهای آنها را می‌ریخت، حتی که آنها را از این سرزمین مبارک بیرون کرده بود. خداوند به آنها نبی با نام شموئیل فرستاد. نبی به سوی بنی اسرائیل، نبی از انبیای خداوند، او را برای این امت فرستاده بود. به نزد آن نبی رفتند، گفتند: این حیات برای ما تلخ شده. هر چیزی که برای ما میگذرد تلخ است. برای ما یک پادشاه بفرست تا با این قوم ظالم بجنگیم و با این سرزمین مقدس بازگردیم. آن نبی خداوند را دعا کرد. به نزد قومش بنی اسرائیل آمده گفت: آیا شما سرپیچی نمی کنید اگر به شما جهاد فرض شود؟ من می ترسم که اگر به شما جهاد فرض شود شما سرپیچی می کنید. بنی اسرائیل در جواب به نبیشان گفتند: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. بسیاری آن مردمی که طلب کردند تا با آنها جهاد در راه خدا فرض شود، وقتی که فرض شد آنها خلاف کردند. یک گروهی اندکی از آنها ماند. آنها به نبی خود گفتند: کیست آن پادشاهی که ما از پس او می جنگیم؟ آن نبی به آنها گفت: ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. مردی که نامش طالوت است، او بر شما پادشاه خواهد شد و شما از پس او می جنگید. گفتند: پروردگاری تو جز طالوت کسی دیگری را نیافت که برای ما پادشاه قرار بدهد؟ او هیچ مالی ندارد، مایان از او دیده به پادشاهی مستحق تریم. چگونه کسی را برای ما پادشاه قرار می دهد که او بای و ثروتمند نیست و او از نسل پادشاهان نیست و ما او را همچون پادشاه قبول نداریم؟ آن نبی به آنها گفت: به زودی همراهش نشانه از نشانه های خداوند ذوالجلال نمایان می شود. گفتند: چی نشانه؟ آن نبی به آنها گفت: آیا آن تابوت را به یاد دارید؟ آن صندوقی که بختون نصر از شما گرفته بود. این صندوق یا این تابوت چه قصه ای دارد؟ صندوقی بود برای بنی اسرائیل که آن را نسل به نسل به میراث گرفته بودند. در آن بعضی از نوشتجات موسی علیه السلام بود، در آن عصای موسی علیه السلام بود، در آن بقیه آثار موسی و هارون علیه السلام بود. آن صندوق را ملائکه ها برداشته می آورند. خداوند ذوالجلال آن صندوق را برای شما باز می گرداند. آن صندوق را ملائک برای شما برداشته می آورند. و اگر آن صندوق آورده شد، این دلیل بر آن است که خداوند برای شما طالوت را پادشاه قرار داده است. و فعلا چنین هم شد. آن صندوق آورده شد. خداوند به ملائک امر کرد تا آن صندوق را بیارند. ناگهان آن صندوق آورده شد. در آن آثار موسی علیه السلام و آل هارون بود. آن صندوق آمد و بنی اسرائیل ایمان آوردند اینکه طالوت پادشاهی آنها بشود. این طالوت پادشاهی دلیر و شجاع، این لشکری مؤمن را سرداری میکرد. برای چی؟ برای جنگ با دشمنان خدای ذوالجلال. این یک آمادگی برای جنگ بود. این پادشاه هر کی باشد خداوند او را برای شما سردار قرار داده است. والله علیکم. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من. بنی اسرائیل دائما با بهانه‌های زیاد امرها را سرپیچی می‌کردند. گاها می‌گفتند: ما از این نبی دیده برای نبوت اولاتریم، ما از این پادشاه دیده برای پادشاهی اولاتریم، ما این چیز را قبول نداریم، با این چیز راضی نیستیم. هرگاه امری از جانب خداوند ذوالجلال میشد، با عذرهای زیاد به آن مخالفت می‌کردند.
لیکن وقتا که آن نشانه به آنها نازل شد، آن را دیدند، به آن قانع شدند، چون که این کار از جانب خداوند ذوالجلال است. سپس این پادشاه را بری لشکر را به عهده گرفت. کدام لشکر را؟ لشکر اسلام را. برای چه چیزی؟ برای جنگ در راه خدا. بنی اسرائیل همگی برای جنگ در راه خدا برآمده بودند تا به آن مکان مقدس بروند، به آن زمینی با برکت. همه مردان برآمده بودند تا در راه خدا جهاد کنند. همراهشان مردان صالح و شجاع و نبی آن زمان شموئیل نیز بود. خداوند برای او وحی کرده بود تا جنگ را شروع کند، تا آن زمینی با برکت و مبارک را برگرداند. این لشکر با راهبری طالوت به سوی بیت المقدس رهسپار شدند. در میان این لشکر جوانی خردکک با نام داوود بود که در آینده نبی خواهد شد. لیکن او حالا نبی نیست، اما همراه لشکر به جنگ می رود. لشکری مؤمن و موحدی که بیت المقدس را دوم باره فتح می کند. لشکر برای جنگ در راه خدا برآمد. این لشکر در راه به دریای روبرو شدند که آن دریا اردن است. این امتحان یکم برای لشکری طالوت بود. برای این لشکری مؤمن پیش از آن که با دشمنان خداوند ذوالجلال روبرو شوند. لشکر با سرداری طالوت به راه برآمد تا در راه خدا بجنگند. گفتند که این لشکر از 80,000 نفر عبارت بود. در این لشکر جوانی بود با نام داوود که در آینده یکی از انبیا خواهد شد. لشکر در راه به دریای رسیدند که گفتند آن دریا اردن است. آن 80,000 نفر در نزد دریا توقف کردند. طالوت بر لشکریانش گفت: الان خداوند از شما امتحان میگیرد. این لشکری عبارت از 10,000 نفره را خداوند مورد امتحان قرار میدهد. گفتند: چیست آن امتحان؟ آنها تشنه بودند. گفت: از این دریا نوشیدن آب به شما حرام کرده شد، مگر این که یک کف آب در طول روز. طوال اليوم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة یک کف آب در طول روز. إلا من اغترف غرفة بيده لأن وراءهم جهاد في سبيل. زیرا در آن سوی دریا جنگ منتظر آنهاست. جنگ در راه خدا. کسی که قادر به داشتن روزه نیست، آن هم تنها ننوشیدن آب در یک روز، هیچگاه قادر نیست برای جنگ در راه خدا. با دشمنان خدا جنگیدن نمیتواند. جنگ خود کاری دشوار است. خداوند میخواست صف این لشکر را پاک کند، پلید را از پاکی جدا سازد. تنها آنانی که ایمان قوی دارند در صف جنگ در راه خدا با من میمانند. چنانه که گفته شد از آن لشکری 80,000 نفره تنها 4,000 نفر از امتحان گذشتند. 76,000 نفر دیگر از آن آب نوشیدند و فرمان خدا را نادیده گرفتند. فشربوا منه الا قلیلا منهم. آنانی که در حقیقت میخواستند در راه خدا بجنگند، تنها آنها از امتحان گذشتند. این گروهی اندکک از آن قوم بزرگ جدا کرده شد. نسبت به شماره قومشان این 4,000 نفر کم است. همین گروهی اندکک پیروز شدند. بله چنین است. آنانی که پایبندند به دین خدا و آنانی که فرمانبردار امرهای خداوند هستند همیشه کمند. آن 4,000 نفر با همراهی طالوت راه را دوام دادند. کسی نماند. به زودی به لشکری بزرگ روبرو خواهند شد. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه لشکری جالوت را دیدند. لشکری بزرگ را دیدند. چی گفتند؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. اکثری آنها وقتا که این را دیدند برگشتند. از آنها بجز گروه اندککی نماند. چی گفتند؟ این گروه اندککی که مانده بود دست سوی آسمان برداشته گفتند: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. واقتربت القلة القليلة. این گروه اندکک به آن گروه بزرگ هجوم کردند تا جنگ در راه خدا را شروع کنند. عز وجل.
قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. دو لشکر به هم روبرو شدند، لشکری مومن و لشکری کافر. مومنان با سرداری طالوت، اما لشکری کافر را جالوت سرداری میکرد. دو لشکر به هم روبرو شدند. عادت جنگ چنین بود که پیش از شروع جنگ مبارزه تن به تن صورت میگیرید. یک مرد از این لشکر و یک مرد از لشکری دیگر. از لشکری کفار که عددشان نسبت لشکری مؤمنان خیلی زیاد بود، از آنها مردی که سر لشکرشان بود جالوت برآمد تا کسی که خواهد با او مبارزه کند. به سوی مردم داد میزد: کی با من مبارزه میکند؟ کی با من میجنگد؟ مردی بسیار با قوت و بازو بود. اهل ایمان به همدیگر نگاه کرده میگفتند: کی با او مبارزه میبرد؟ از میان آنها شجاعترینشان از جا خیست. کیست در میان آنها از همه شجاعتر؟ جوانی با نام داوود پیش از آنکه به پیغمبری برسد گفت: من با تو مبارزه میبرم. گفت: آیا کسی غیر از تو نیست که با من مبارزه برد؟ آیا کسی بزرگتر از تو نیست که با من مبارزه برد؟ از این بزرگتر را برای من فرستید. داوود گفت: من با تو مبارزه میبرم ای دشمنی خدا. مبارزه شروع شد. اهل ایمان خدا را دعا میکردند، اهل کفار را شیطان کمک میکرد. مبارزه شروع شد. جنگ بین آن دو سخت‌تر شد. ناگهان داوود علیه السلام گرز را تاب داده بر سر کافر زد. اینجا جالوت به زمین افتاد. لشکر ایمان به تکبیر گفتن شروع کردند. آنها اندکی هستند، لیکن ایمان دلهای آنها را پر کرده بود. آنها اندک هستند، لیکن خداوند آنها را برگزیده بود. این هنگام همگی به تکبیر گفتن شروع کردند. به سر لشکری کفار حمله کردند، اما لشکری کفار که سردارشان در پیش چشمشان به قتل رسیده بود پریشان شده بودند. در راه فرار بودند. لشکر ایمان به آنها هجوم کرد. بعضی از آنها را کشت، بعضی را اسیر گرفتند، بعضی مجروح شدند. لشکر کفار عقب نشینی کردند. لشکر ایمان باشد به آنها نزدیک می شدند. ويتقدمون فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله. بعد از اینکه جنگ به پایان رسید و اهل ایمان پیروز شد، داوود علیه السلام در میان بنی اسرائیل محبوبیت خاصی به دست آورد. مردم تکبیر گفته در گردی او چرخ می‌زدند. داوود علیه السلام و آتاه الله الملك والحكم وعلمه مما يشاء و او را برای خود حاکم قرار دادند و خداوند حکمت و نبوت را برای او داد. در بنی اسرائیل نبی شد. داوود علیه السلام چه قصه ای دارد؟ چه حکایتی دارد؟ خداوند با او چگونه معجزه ها داده بود؟ چگونه آواز با او داده شده بود؟ آن عبادت عجیبی او چگونه بود که پیامبر ما آن را مثال زده است؟ قصه داوود چگونه است؟ چه حکایتی دارد؟ و خداوند درباره این نبی بزرگ و آن پادشاهی با حکمت برای ما چه خبر داده است؟ این همه را در برنامه آینده قصه پیامبران خواهیم شنید. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص